بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، پیش از همگی پیش و پیش اید داخل درس شدید. الله راضی باشد با آن همه دوتاست در همین زمان فتنه که گروه مشغول شنیدن موسیقی هستند، گروه مشغول شنیدن چیزهایی که اصلا در حیاتشان به دردشان نمیخورد، گروه دیگر از پای خوردن و از پای کارهای دیگر. شما گفتید می نشینیم آیت های قرآن کریم رو تفسیرش رو گوش میکنیم. پروردگار از نزد خودش اجر را دهد که هم شما راضی باشید هم پروردگار راضی باشد انشاءالله. برای هر یک دقیقه که در این درس هستید پروردگار شمایان را در دنیا و آخرت راضی گرداند. امروز درباره سوره فیل صحبت میکنیم. خیلی که کمی پیش بدون نوار با هم صحبت کردیم. دربارهش اکثریتتان میدانید، لیکن به هر حال اگرچه تکرار باشد هم انشاءالله باز چیزهای دیگری هست که با هم گفته میگذاریم. سوره فیل اساساً سوره مکگی هست، یعنی در مکه نازل شده است و درباره قصه چگونه ابرهه خواست بیاید و چکار کند، از یمن بیاید و کعبه را ویران کند گپ می رود. و الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ای محمد مگر ندیدی، خبر داری؟ پیامبر یعنی به پیامبر الله ندا میکند که پیامبر آیا خبر داری یا آیا میدانی که الله پروردگار تو با اصحاب فیل، با صاحبان فیل چی کار کرد؟ و صاحبان فیل گفته که را در نظر دارد ابرهه را که او در همان وقت پادشاه بود در صنعا، یعنی در یمن صنعا. و خواهران عزیز، بعد از ساخته شدن کعبه با دستان خلیل الرحمن ابراهیم و پسرشان اسماعیل، دیگر عرب ها در آن وقت موحدین بودند، اما رفته رفته تا زمان پیامبر دیگر تقریبا 1-2-3 موحد فقط مانده بود و دیگر همه مشرک گشته بودند. همه در اطراف کعبه چگونه که امروز حاجیان طواف میکنند طواف میکردند و موسم حج وجود داشت، یعنی حجی که امروز میکنند آن وقت هم حتی عرفه رو، صفا و مروه رو، مینا و مزدلفه رو، اینها رو همش از سنت حضرت ابراهیم است. و عرب ها از همان وقت شروع کرده، یعنی از وقتی که ساخته شد چیکار میکردن؟ طواف خانه الله میکردن و خیلی که آخران خواهر جواب دادن عزت این خانه رو، عزت کعبه رو خود پروردگار داده است. یعنی هر چیزی که الله به آن عزت داده است، قدر و قیمت داده است، 1000 برابر از آن بهترش رو ما تیار کنیم یا سازیم هم مثل عزت پروردگار داده نمی شود. برای مثال خواهران عزیز، قدر و قیمت طلا رو نگاه کنید. طلا یا نقره، طلا و نقره متل هست که قدر آن را الله داده است و 1000 از طلا بهتر چیز پیدا کنند، هم مثلا زرد است یا مثلا چه است تازه بریلیانت است، آره بریلیانت و دیگر سنگ های قیمت بها پیدا شود، هم باز میبینید که مثل طلا شده نمیتواند. مردم زیادتر میل به طلا دارند برای اون که قدر طلا را خود پروردگار داده است. یعنی هر چیزی که الله به آن قدر داده است دیگر آن رو چی کرده نمی شود، دیگر چیز رو به آن برابر کرده نمی شود. و الان مثلا وقتی به کعبه نگاه میکنیم که از عزت زیادی که الله دارد چی میگه؟ بیت الله یا کعبت الله میگیم، خانه الله. نه اینکه پناه به الله یا اعوذ بالله که الله به آن نیاز دارد و در آن زندگی میکند. نه، خداوند هر چیزی که به آن قدر داده است از جهت عزت و شرف به خودش منسوب میکند، مانند پیامبر الله یا حبیب الله یا خلیل الله یا خانه الله یا خیلی که ناقه الله، شطور الله میگن ناقه الله و سقیاها، شطوری که به حضرت صالح فرستاده شده بود. اینجا قدر اگرچه یعنی مثل کعبه، از کعبه میلیون درجه زیباتر و قیمتتر و خوشروتر و در کجای دنیا نباشد خانه بسازند، هم چی مسلمان ها چی کافر ها اصلا عزت آن خانه مثل عزت کعبه نمی شود، برای آنکه چه است؟ عزت کعبه را خود پروردگار عزیز داده است. و اینجا
ابرهه یعنی کافران از این بیخبر هستند. یا در مثلا در قرآن الله چی میگوید؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ما آنهایی که ایمان دارند و آنهایی که اهل علم هستند درجه آنها رو بالا کردیم. اگر تمام دنیا در دست یک نفر باشد هم اصلا صاحب علم از آن پایان نمی شود. هرچی مردم گویند هم باز میدانید که یک نفر صاحب علم از یک نفر ثروتمند بالاتر است. یعنی هرچی زیبایی باشد، هرچی پول و ثروت باشد، آنی که الله قدر کرده است قدرش در چی میماند؟ در بالا میماند. و مسئله کعبه هم همین گونه بود که ابرهه که در آن وقت پادشاهی یا گفتیم سرداری یمن را داشت، برای راضی کردن نجاشی و یمن همچون یک شهرهای زیردستی دولت‌های مسیحی بود از جمله نجاشی. برای راضی کردن نجاشی یک کلیسای خیلی بزرگ می‌سازد در کجا؟ در داخل صنعا، در همان پایتخت یمن می‌سازد و میگوید این کلیسایی که من ساختم هم زیباتر است، هم بالاتر است، از همه جهت بهتر است از همان خانه کهنه‌ای که عرب‌ها به آن در آن دور میزنند و از خود یمن شروع کرده تا چی میروند؟ تا مکه میروند. چون که اهل یمن هم پیاده و سواره میرفتند تا کجا؟ تا مکه برای زیارت حج، ببخشید کعبه. و میگن من این را ساختم. به نجاشی هم خبر میدهد که دیگر یمن مثل پیشتر نیست، در اینجا کلیسای ساخته شد که از اون خانه عرب ها بهتر است و مردم چیکار میکنند؟ در اینجا اکنون طواف میکنند و به جای رفتن به کعبه می آیند، به کلیسای ما. این را یکی از اهل مکه، یعنی یکی از نفرانی که در مکه زندگی میکرد، وقتی به یمن می آید میشنود، به گوش او می درآید که ابرهه یعنی والی این شهر، اصلا میگن ابرهه اینقدر انسانی بد نبود، یعنی انسانی جباری، آدم کشی، بدبخت نبود، آدمی رحمدل بود، آدمی با عقلم بود و هرچی باشد چی بود؟ کافر بود. هرچی باشد او کافر بود. او یعنی ابرهه وقتی این رو میسازد، این نفری که از کعبه آمد، این رو ببخشید از مکه آمد، این رو میشنود و برای تحقیر کردن همین کلیسا، برای اینکه بگوید که ما اهل مکه این گونه کلیسا رو همچون حاجت خانه میدونیم در نزد کعبه خودمون، در آمده در آنجا قضای حاجت میکند. و این به گوشی که میرسد ابرهه میرسد که یک نفر از مکه آمد و به جای این کلیسای تو رو زیارت کردن و دور زدن دیگر حاجت خانه کرد، که به این ابرهه خیلی غضبناک میشود. باز یک نفر پیک را، خبرچی را میفرستد به مکه و میگوید که به آنها خبر بده، یعنی به مردمی کعبه خبر بده، آنهایی که یعنی اطراف کعبه دور میزنند، به مردمی مکه خبر بده تا بیایند از مکه و طواف این کلیسای من بکنند و آنجا را ترک کنند. و میدانید که خواهران عزیز، مکه در آن وقت زیر نظارت یگان دولت نبود. اگر در دنیا در زمان همون سالی که یعنی این حادثه که شده سال تولد پیامبر است صلی الله علیه و سلم، در همون وقت ها مکه و مدینه و این مکان ها، یعنی دولتچه هایی که در جزیره عرب هستند، اینقدر بی‌قدر بودند که یگان دولت بالای اینها سیطرت نداشت. مثلا نگاه کنید، یمن یک شهر خیلی با تمدنی کلانی بود که زیر روم بود، یعنی نجاشی و اینها زیر دست اینها بود. یا کشورهای مثلا مثل ماوراءالنهر و خراسان و جایهای ما، اینها زیر دست فارس ها بودند. دنیا بین دو قوه بزرگ، یکی رومی ها مسیحی، دیگر فارس هایی که در آن وقت زردشت و آتش پرست یا مجوس بودن، دستی آنها بود که مکه در زیر کسی نبود. و از روی یک تماما تحقیر ابرهه میگوید اهل مکه بیاید اینجا طواف کنید، بیاید اینجا شهر من طواف کنید. وقتی خبرچی یا پیکی که میفرستد ابرهه می آید و به اهل مکه میگوید ابرهه شما را امر میکند که به جای این خانه بروید کلیسا را شما طواف کنید، آنها آن نفر را میکشند. تو یعنی کی را تحقیر کرده ایستاده ای، از کی خبر آورده ای؟ میگویند چیکار میکنند؟ اون کسی که خبر آورده بود اهل مکه میکشند.
بعد غضب ابرهه دوچند و دوچند می شود و می گوید دیگر یکی آمد و حاجت خانه کرد کلیسای مرا، دیگر کی را؟ آنی که من به نزدشان فرستادم که بیایید اینجا را زیارت کنید، آن را کشتند. من با آنها جنگ اعلان میکنم. من جنگ اعلان میکنم با کی؟ با اهل مکه. با همین و در آن وقت خواهران عزیز یکی از سلاح‌هایی که دولت‌های افریقا در جنگ استفادهش میکردن فیل بود. یعنی فیل رو به جنگ میبردن تا که با پایهایش مردم رو زیر پا کند و همچون یک سلاحی بزرگ بود. فیل آماده میکند، یک چند تا فیل آماده میکند و براه میبراید همراه عسکری خیلی زیادش. و در خود یمن هم اینجا در کتاب های تاریخ، در خود تفسیر امام قرطبی هم آوردگی هستند که در خود راه هم ابرهه دوچار یک چند زد و خورد می شود. یعنی بعض مردم پیش راهی او را برای گرفتن هرچی باشد، هم که تو حق نداری بروی آن خانه رو ویران کنی و با اهل مکه جنگ اعلان کنی گویان، بعضی قبیله ها ضد او میبرایند. ولیکن به هر حال از اینکه خیلی این زیر یک دولت بزرگ بود، همه را شکست میدهد و می آید تا نزد مکه. و وقتی نزد مکه می آید، در همون اطراف مکه چقدر شتر و چقدر گوسفند و یعنی ثروت نباشد همش را غارت میکند. از جمله از بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب ابن هاشم، عبدالمطلب پدر عبدالله هستند. آره، از 200 شتر عبدالمطلب را هم میگیرد. وقتی که و در همون وقت عجیبش این است که خواهران عزیز، سردار مکه، یا گفتیم سردار نه، یک نفری که در مکه همه احترامش میکردن، بالای سخن او کسی سخن نمیکرد و همه از وقار او، از خود او خجالت داشتن یا شرم میکردند و بالای او یعنی پیش صفی نمیکردن، همین عبدالمطلب بود. یعنی عبدالمطلب بابای پیامبر و خیلی مردی هم زیبا بودن و سببی اینکه عبدالمطلب را همه دوست می داشت، همه احترام میکرد، این بود که عبدالمطلب از شخص خیلی سخاوتمند بودن. و در قصه پسرشان عبدالله آمده است که 100 شتر را قربانی میکنند و به تمام مکه چی میکنند؟ صدقه میکنند و میگن عبدالمطلب حتی به پرنده هایی که در کوه ها هست رفته غذا میدادند، خوراک میدادند. یعنی اینقدر آدمی نکوکار بود که مردم خود از خود این نفر را سروری خود قبول کرده بود. و ابو طالب هم عیناً همین گونه، یعنی پسری همین عبدالمطلب که پیامبر صلی الله علیه و سلم در دست این مردی بزرگ تا 8 سالگی کلان میشوند، ابو طالب هم عیناً همین گونه. همه میدونیم که ابو طالب آدمی قم بغل بودن، اما از اینکه خیلی خیر و سخاوتمندار و این چنین آدمی که با شهامت و با مردانگی همیشه طرفی مظلوم را میگرفتند و ضد ظالم همیشه ضدیت نشان میدادند، ابو جهل هم جرأت نمیکرد که بر علیه ابو طالب قیام کند یا بر علیه ابو طالب بجنگد. و تا زمانی که پیامبر در حمایه ابو طالب بودند، کسی و پیامبر صلی الله علیه و سلم سوی قصد نمیکرد، چون همه سخن ابو طالب را بالا میدانستند. یعنی ببینید که عزت و شرف به خاندان پیامبر، به بابای پیامبر، به عمک پیامبر، به بابای یعنی به هشام و دیگر بابا کلانهای پیامبر از کدام طرف آمده بود؟ از جهت سخاوتمندی، از جهت شجاعت، از جهت باز هم طرفی مظلوم رو گرفتن. پس عزیزان این قانون الله هست. خواهران عزیز، قانون الله هست که عزتی تو با پولت نه، با زیباگیت نه، با لباس قیمتت نه، عزتی تو با خیر و سخاوتت، با فایدت به مردم می آید. کی نباشی هم هرچی خیرت زیاد است، هرچی تو عزت داری، هرچی تو عزت داری. و اینجا عبدالمطلب یعنی 200 شتر عبدالمطلب را چی میکند؟ در راه میگیرد و می آید و در نزدیکی کعبه برای خود و برای لشکرش یک جایی را انتخاب میکند که یکی استراحت میکنیم و بعداً برای ویران کردن خانه کعبه شروع میکنیم. و مقصد ابرهه
اساساً ویران کردن کعبه بود که کعبه رو ویران میکنم و چی میشود کلیسای من جای کعبه رو میگیرد و این اینچنین یک قصاصی هست برای همون مردمی که گستاخی کردند و قبول نکردن آمده دور زدن یا گفتیم آمده طواف کردن کلیسا را. و عزیزان ابو طالب چه خیلی گفتیم در آن وقت ببخشید عبدالمطلب همچون سردار مکه حساب می شدن و ابراهیم میگوید یک نفر برود و به من عزیزی همین شهر را، کسی که همه احترامش میکنند و او سردار همین شهر است، به نزد من بیاورد. و به ابراهیم میگویند ما به نزد تو عبدالمطلب را می آوریم. عبدالمطلب با سخاوتش در قلب مردم جایگیر است و او مردی هست که هم شجاع است و هم خیلی در بین مردم عزت دارد. و عبدالمطلب وقتی نزد نجاشی ببخشید ابراهیم می آیند با اون چهره زیبا، با اون وقار، با اون شکلی که نکوکاران خود شکل دارند که خواه و نخواه یک هیبتی دارند، با اون هیبت خود در کتاب های تاریخ آورده است که ابرهه خودش در تخت نشسته بود، از تخت به زمین می نشیند و به نزدش میگوید بنشین. به عبدالمطلب میگوید به اینجا بنشین. بعداً به عبدالمطلب میگوید من آمدم که فقط کعبه شما رو ویران کنم، من برای شما رو نابود کردن نه آمدم. شما چی کار میکنید؟ عبدالمطلب میگویند ما یعنی اهل مکه قوتی با تو جنگیدن نداریم، اما این خانه صاحب دارد، صاحب او الله است. اگر صاحب این خانه را حمایت کند تو هیچ کار کرده نمیتوانی، اما اگر صاحب این خانه را به حالش گذارد دیگر بین تو و بین او هست. اما من و اهل مکه کار از دستمان ساخته نیست. تو با این فیلهایت، با این لشکری زیادت آمدی، مایان اهل مکه نه اهل جنگ هستیم و نه مثل تو با پادشاه ابرقدرت نمیتوانیم مبارزه بریم، اما خانه صاحب خودش را دارد. برای همین یعنی من خانه رو حواله میکنم به صاحبش که الله هست. بعد عبدالمطلب این رو میگویند و ابراهیم میگوید تو از من چی میخواهی؟ میگن من از تو شترم رو میخواهم، همون 200 شتر چند مالی که تو غارت کرده در داخلش 200 شتری من هم هست، میخوام 200 شتر را برگردانی. این را شنیده ابراهیم میگوید من تو رو دیدم از سیماعت یک انسانی مرد هستی، به خودت جوان مردی رو دیدم، بزرگواری رو دیدم، ولی تو بجای این که بگویی کعبه رو رها کن، این دین ما هست، این اصل ما عرب ها هست، میگویی شطور مرا رها کن. یعنی من تو رو هیچ احترام نمیکنم پس از این سخنت. لیکن عبدالمطلب میگویند چه خیلی گفتم من صاحب کعبه نیستم، صاحب کعبه الله هست، من صاحب همان 200 شتر هستم که میخوام شترم رو برگردانی. پس 200 شترش رو برمیگرداند. یعنی ابرهه این رو شنیده 200 شتر رو میدهد و میگوید فردا شما با ما کاردار نشوید، ما فقط کعبه رو ویران میکنیم و برمیگردیم به شهرمان، ما مردم کشی نمیکنیم. در اینجا میگن عبدالمطلب بعد از برگشتن از نزدی ابرهه حلقه های در کعبه رو میگیرند با 2 دست و 2 زانو نشسته خیلی دعا میکنند که پروردگار تو صاحب این خانه هستی، اگر تو اجازت دهی که این خانه نابود شود این خانه نابود می شود، اگر تو حمایت کنی اون همه فیل و اون همه لشکر کار کرده نمیتواند، پروردگار اجازت نده حرمی تو، حرمی تو، این خانه تو، یعنی از شرف عزتی که به این خانه داده ای میگوی خانه تو، مکانی که ابراهیم خلیلت ساخته است نابود شود. یعنی خیلی تا تقریبا سحری دعا میکنند و به مردم مکه میگن همه از مکه دور شوید، همه دور شوید که ابراهیم میخواد به اینجا چی کند؟ حمله کند و مایان طاقت نداریم که با او بجنگیم. پس با این همه دعا بیرون از شهر میشوند و در بالاهای کوه، خیلی میدانید اطراف مکه همش کوه هست، و بالاهای کوه همگی پناه میبرند. وقتی پگاهی ابرهه با فیل حرکت میکند سوی کعبه، فیل ها به جای آن که به طرف کعبه بروند برعکس به طرف چی میروند؟ قفا نشینی میکنند به طرف یمن. یعنی حتی فیل
اطاعت نمی کند که تا اینکه با ضرب و با چوب چیکار میکنند؟ فیل ها رو به طرف کعبه روان میکنند. اما وقتی که فیل ها به طرف کعبه به زوری آن همه لشکر نزدیک می شود، الله دیگر لشکرهای خود را میفرستد. و یکی از معجزه های پیامبر این بود که خواهران عزیز، همان سال پیامبر تولد می شوند. در بعضی قول ها بعد از چند روزش، در بعضیش بعد از چند ماهش، اما مهم پیامبر میگن ولید تو عمل فیل، من عام فیل سال فیل تولد شدم و پیامبر همان سال، یعنی از معجزه های آمدن پیامبر این بود که همان سال دیگر مردم به چشم خود وقتی معجزه آشکار رو میبینن، پیامبر هم چی میشوند؟ تولد میشوند. الله در دوامش میگه الم یجعل کیدهم فی تضلیل، مگر من اون مکری آنها رو، اون حیله آنها رو که این با همه فیل و با همه اون لشکر آمدن تماما نابود نساختم؟ یعنی پروردگار به پیامبر میگوید محمد تو پروردگار داری که اون همه ابرهه رو با اون همه فیلش، با اون همه لشکرهایش، با میده ترین که ما حتی اینقدر قدرش نمی کنیم، با پرنده ها نابود کرد. به همه چیز این پروردگارت قادر است. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، من به آنها پرنده های ابابیل رو فرستادم که روایت ها دربارش چگونگیش چند نمود است و این است که پرنده های کوچک بودند و مردم آن پرنده ها رو پیشتر در مکه و اطراف مکه ندیده بودند. من به یعنی فیل رو با پرنده نابود کردن، سبحان الله، و فیل رو با آن بزرگی و ابرهه رو با آن همه لشکرش با پرنده های کوچک نابود کردن. این چی هست؟ این قدرت الله یگانه است که الله به چیز عزت داد، الله به چیز پناه داد، با کمترین مخلوقاتش آن را نابود میکند. و در دوامش میگه ترمیهم به حجارت من سجیل، آنها با سنگ هایی که از سجیل بود میزدن و هر یک پرنده سه تاگی سنگ داشتن، یکی در نولشان، منقارشان، دوتایی در دو پایهایشان که با سه تا در بعض روایت ها آمده است که چی بود؟ نام های هر یک کسی که با آن سنگ کشته می شد نوشته شده بود و به هر کسی که سنگ میزد پاره پاره میگشت. من در درس کودکایم گفته بودم که مثل بمب های کوچک بود آن سنگ ها که میترکاند، نابود میکرد. و از جمله به خودی همون ابرهه هم پاره از سنگ میزند و با همین مجروح میشود و میگویند از اینکه آن سنگ ها از آتش بود و هر کی را که میزد میسوزانید. دیگر بدن او کم کم نابود شوان، سوخته نابود شوان تا یمن می آید. بعد از به یمن آمدن با همان کسلی میگویند مثل مرغ پرکنده تماما بیمار و با حال زار میمیرد. یعنی از همان ضربی جرح یا از همان مجروحی که گرفته بود، یره‌ای که از همان سنگ های سجیل گرفته بود. فجعلهم کعصف مأکول، و میگوید الله ما آنها را، یعنی آن فیل و ابرهه و لشکر او را گردانیدیم مثل علف یا گفتیم برگ هایی که آن را حیوان میخورد و بعدن اخلاد میشود. یعنی حیوان وقتی برگ سبز را میخورد و بعدن آن اخلاد میشود، میدونید که پاره پاره و بیقدر و بویناک میشود. عیناً اینها هم همین گونه بودند. و در بعضی روایت ها آمده است که پاره از همان سنگ ها را ام هانی و یعنی خواهر حضرت علی و بعضی از اهل مکه با خود نگاه داشته بودند و این معجزه آشکار را بابا و بیبی یا پدر بزرگ و مادر بزرگ صحابگانی که در مکه زندگی کرده بودند همه دیده بودند که این یک قدرت الهی بود. و با همین خواهران عزیز بعد از همین حادثه کسی جرأت نمی کرد که حتی ویران کردن کعبه رو به فکرش، به ذهنش بیاورد، چون همه در آن زمان شاهد شده بودند که چگونه با یک معجزه که عموما مردم نظیر آن را ندیده بودند، پروردگار خانه‌اش را، یعنی کعبه‌اش را، حریم ابراهیم خلیلش را محافظت کرد. و می توانیم چند درس از همین قصه بگیریم خواهران عزیز.
اینکه پروردگار اگر چیزی رو کسی رو نگه می‌دارم گفت و به حمایه اش گرفت، اگر پادشاه یمن باشه و پادشاه آسیا و اروپا و هر جا باشه آن را نابود کرده نمیتوانی، چون حمایت شاه شاهان پروردگار در سر او می باشد. این درباره چی بود؟ درباره سوره فیل. و سوره دیگر، سوره ما اون را گرفته بودیم، آره، سوره همزه هست. سوره همزه یکی از سوره های هست که به ما آداب و اخلاق را می آموزاند و صفت شخصانی بد اخلاق را می آموزاند. آن هم درباره همزه لمزه هست. الله میگوید بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزه لمزه، وای بر حال تمامی همزه و لمزه. همزه که هست و لمزه که هست یک چند قول آوردگیان که همش انشاءالله خواهرها درست میگیرد. یکی از معناهایش را عبدالله ابن عباس میگویند. الله میگوید وای بر حال آنها، برای اینها عذاب دهشتناکی هست، هر کسی که این دو صفت را داشته باشد، همزه لمزه. عبدالله ابن عباس میگن همزه و لمزه اینها مشاؤون بالنمیمه، مفسدون بین الاحبه، الباغون للبراء العیبه. اینها میگن کی ها هستند؟ اینها خبرکش های هستند که در بین مردم خبرکشی میکنند، در بین احبه، در بین دوستان، در بین نفرانی که با هم مهر و محبت دارند، چه از جهت دوستی چه از جهت خویش و تباری فساد میکنند، جنگ میاندازند. اینها مقصد اساسیشون دو دوست از هم جدا شود، خویش و تبار از هم جدا شود، زن و شوهر، پدر و فرزند، مادر و فرزند. یعنی اینها چی هستند؟ بین احبه، بین نفرانی که هم با هم دیگر محبت دارند فساد میکنند، آتش کینه و عداوت در آنجا می افکنند. الباغون للبراء العیب، اینها نفرانی هستند که برای نفرانی که از عیب مبرا هستند یا از عیب دور هستند عیب می جویند. یعنی ببینید بدترین صفتی است که در حدیث هم آمده است، در مسند امام احمد است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بدترین مردم، بدترین خلق الله آنهایی هستند که خبرکشی میکنند بین نفرانی که با هم خوبند یا دوستی دارند، فساد می افکنند، کینه و جنگ و عداوت. و این چنین برای نفرانی به عیب عیب می جویند، هیچ رو کار ندارد، فقط مقصدش این است که یک نفر را رسوا کند، یک نفر را شرمنده کند. همزه لمزه همین است. در بعض روایت آمده است که همزه آن هست که رو برویت به تو عیبت را میگوید و تو را طعنه میکند. یعنی وقتی یک نفر خواهران عزیز شما را اصلاح کردنی شد، اصلا او شما را طعنه کنان و سرخ کنان و شرمنده کنان شما را اصلاح نمی کند. اینجا یک گروه هستند میگویند این نصیحت است. نصیحت این نیست که یک نفر را زیر پا کنی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن مسلمان به مسلمان مثل آینه است، چگونه که آینه تو رو نمیزند، آینه تو رو طعنه نمیکند، عیبت رو طرز میگوید که تو قبول میکنی، این گونه میشود. این نیست که من نه اصلاح کرده استادم بگویم و یک نفر رو طعنه کنیم، تهمت کنیم، سرخ کنیم، سفید کنیم، بعد بگویم من مقصدم اصلاح بود. این گونه اصلاح نیست، این فساد است، این یک نفر رو شرمنده کردن است. همزه باز یک نفرانی که رو بروی تو رو طعنه میکنن، عیبت رو میگویند، یعنی مقصدشان تو را رسوا کردن است. و لمزه آنهایی هستند که از عقیبت، وقتی تو نیستی، از قفای تو را چیکار میکنن؟ غیبت میکنن. عموما شخصانی طعنه کننده، یعنی تو فلان عیب ها رو داری، تو این گونه بودی، تو اون گونه بودی. طعنه چی بد از طعنه خواهران عزیز که خوبی ها رو از بین میبرد. انسانی طعنه کننده اصلا در قلب کسی جای نمی شود و کسی رو اصلاح هم کرده نمی تواند. حتی فرزند خودتان باشد نباید طعنه‌اش کنیم، مگر اینکه در حالت‌هایی که دیگر اون طرف تهمت کرد، تو هم به خاطر خود را اصلاح کردن او را چیزی میگویی از عیب‌هایش که اون مسئله تماما دیگر. اما به قصد اصلاح کسی ما با طعنه کسی را اصلاح کرده نمی توانیم. و همزه و لمزه لمز به معنای چی است؟ از قفات رو غیبت میکنند، عیب‌هایت رو به دیگران میگویند
و هم از اونه که رو برویت نشسته تنهایی میکنن و میگن مقصدم که تو اصلاح شوی، تو که با این اصلاح نمیشوی. کسی رو با رو برو نشسته تمامی عیبش رو گفتن و شرمنده کردن ما اصلاحش نمیکنیم. و الله چی میگوید؟ وای بر حال اینها، وای بر حال این گونه شخصان که هم غیبتچی هستن، هم طعنه‌کن هستن، هم بین دوستان دشمنی می افکنند و از پی عیب مردم هستند. الذی جمع مال و عدده، این کم نبود که باز اینها پول جمع میکنند و آن را میشمارند. پول جمع میکنند برای فرزند خود، پول جمع میکنند برای آینده، پول جمع میکنند برای هیچ خیر و سخاوتی ندارند. وقتی پول جمع میکنیم که فرزندانم گرسنه نماند، باز خیر هم داری به این گروه داخل نمیشوی. اینها نفرانی هستند که اگر یک تین صدقه کردنی شدن یکم فکر میکنن، اگر اون صدقه رو نکردم در پسنداز من همین گونه میشود. یعنی عموما صدقه رو از نابود کردن پول خود میدانند و مدام از پی شماریدن پول خود هستند و اصلا در غم خیر کردن و برکت در خیر بودن و کمک کردن حتی به نزدیکان خود نیستند. یعنی آنهایی که پول خود را جمع میکنند و میشمارند، پول جمع کرده شمارنده ها کم نیستند، هیچ خیر در آنها دیده نمی شود، اما حساب پولشان هست و چه خیلی گفتم اگر این مقدار من اکانوم کردم، این مقدار پسندازم زیاد می شود، اما این مقدار خیر کردم این گونه برکت می شود را در آنها دیده نمی شود. یحسب ان ماله اخلده، آیا گمان میکنی که پولی که تو جمع میکنی تو رو در دنیا ابدالآباد باقی میماند؟ پولی که تو جمع میکنی تو پیر نمیشوی، روزی کسلی و بیچارگی و محتاجی نمی آید. همین گونه چه خیلی که جوان هستی یا برومند و قوی هستی و از دستت کار می آید، تمام عمرت کار میکنی که اینقدر تو از خیر نفرت داری، اینقدر به کار خوب دست نمیزنی. این خیر و سخاوت ما هست، خوبی های ما هست که در پیران سالی دست ما رو میگیرد، در پیران سالی به ما قوت میدهد. یکی از صالحین رو میپرسند که اینقدر سن و سال بالا داری اما قوتی که در تو دیده میشود در عبادت و در زندگیت مثل جوان است. او میگوید من در جوانی الله را فراموش نکردم و در پیری الله مرا فراموش نکرد. یعنی وقتی در جوانی و در 30 سالگی و 40 سالگی در 20 سالگی همیشه از پای پول و مال و خوشرو پوشیدن و خوشرو زندگی کردن و خوشرو خوردن و از پای تن و خانه و پرده و جا و دیگر هستیم، گمان نکنیم که در پیریمان پروردگار دست ما رو میگیرد و ما خیلی یک پیری با برکت یا یک نفری غیر محتاج میشویم. و اینجا الله چی میگه؟ گمان میکنی پولهای تو را ابدالآباد در زمین میماند، پولهای تو را پیر نمیکند، تو کسل نمیشوی، تو نمیمیری؟ نه، هر چی جمع کردی هم همان 70-80 سال عمر خود را میبینی. عاقبت پول جمع کرده خیر نکردن ها وای است. چی بسا نفرانی هستند به کسی تین خیر نکردن اما همه پول خود را برای نجات فرزند خود یا نجات خود به بیمارخانه دادند و به دست طبیب دادند. از اینکه به کسی خیرشان نرسید 1001 بلا از طرف دیگر آمد. برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ صدقه ها غضب الله را خاموش میکند. وقتی از صدقات و خیر دارید بلاها از سر شما دور می شود، رحمت الله به شما می بارد. یحسب ان ماله اخلده، نمیگوید الله پول تو را در این دنیا ابدالآباد نمیماند. چگونه که این همه صاحب مال و جاه و دیگر قصرها رفتن. کلا لینبذن فی الحطمه، هرگز تو با آن پولت ابدالآباد نیستی. لینبذن فی الحطمه، تو را می پرتایند به حطمه. حطمه یعنی آتش جهنمی هست که پروردگار آن را برای همین گونه بخیل ها، برای همین گونه طعنه کننده و عیبجو و فسادکارها آماده کرده است. حطمه یعنی پاره کننده و شکننده، اینقدر آتش بالا دارد که هر کس داخل وی می افتد آن را پاره میکند. و ما ادراک ما الحطمه، و تو چی میدانی که حطمه چی است؟ بعضی از علما میگویند 6مین درجه دوزخ این حطمه است. نار الله الموقده، آتشی هست که پروردگار آن را شعله‌ور کرده است. التي تطلع علی الافئده، آن آتش تا قلب انسان میرسد. و در شرحش آمده است که
وقتی که اهل جهنم پروردگار ما را از اهل دوزخ نگرداند، الها با رحمتش اهل جنتی باشه و از آتش دوزخ پروردگار علل خصوص در این روزهای مبارک یکایک ما را نجات دهد. در شرحش میگویند که وقتی که به جهنم داخل میشوند یا به دوزخ، اهل دوزخ داخل میشوند، آتش دوزخ تمام اعضای بدن آنها رو میسوزاند تا قلب، فقط دل رو نه. برای همین پروردگار تطلع علی الافئده گفت تا قلب آنها اطلاع مییابد، روبرو میشود، اما قلب رو نمیسوزاند، چون اگر قلب رو سوزاند آدم میمیرد. اما اهل دوزخ چی هستند؟ در آنجا اصلا نمیمیرند، زندگی آنها ابدی هست و تا قلبشان میگوید سوخته میروند. وقتی که نزدیکی قلب شد باز بدن آنها از نو پیدا می شود، یعنی گوشت و پوست آنها باز دویم باره به سوختن شروع می شود. التي تلتلع علی الافئده انها علیه معصده، یعنی این آتش بالای آنها طبق طبق است، یا بالای آنها رو کاملا، خود آنها رو کاملا احاطه کرده است. جای از آن آتش جای گریز نیست. فی عمد ممدد، مدت های دور و دراز در آنجا هستند. در بعض روایت ها آمده است که عمد ممدده نه، معنایش این است که با زنجیرها دست و پایهایشان بسته به جز سوختن باز در ستونهای آتشین و آهنین آنها بسته شدن. یعنی عمد به معنای ستونهایی که از آتش است و آهنین و آتشین است به آن بسته می شوند و میگویند یعنی یا لیتها کانت القاضیه، پروردگارو کاش مرگ می آمد، کاش ما نابود می شدیم، این سوختن رو نمی دیدیم، ما رو نابود کن، چیزی رو حس نکنیم. اما چی است؟ فی عمد ممدده، آن آتش تمام شدنی نیست، شما آنجا میمانید. و اینجا خواهران عزیز اگر به همین خودی سوره نگاه کنیم، پروردگار با عیب شروع کرد که تقریبا در اکثریت ما هست. طعنه کردن، هیچ خجالت نشده، عیب جستن، هیچ عیب نباشد هم یک عیب گفتن برای ما خیلی آسان است، اما بی عیب کردن تقریبا وجود ندارد و غیبت کردن. و باز هم خیلی از پی پول مال دنیا شدن. پول مال دنیا رو به خاطر اینکه خیر میکنی، فرزندهایت رو یک انسانهای صالح تربیت میکنی جمع کردن چیز دیگر. اما فقط خوشرو خاندار میشوم، خوشرو ماشیندار میشوم، خوشرو توی میکنم، چه خیلی گفتم این گونه نیت ها باشد به این آیت ها داخل میشویم. برای همین برکت عمر و برکت زندگی و برکت عموما دنیا و آخرت را باید ما در خیر و سخاوت اینقدر آرزوهای طولانی نکرده، شاید که امروز آخرین روزمان هست، این گونه باید زندگی کنیم. این بود سوره همزه. بعد از این می آید سوره والعصر، خطا نکنم، آره الان نصیب کرده باشد. بعد از این صحت و سلامت باشیم، دوام می دهیم.